چشم سوم. چشم سوم مفهومی رازآلود و اسرارآمیز داره. این نظریه به وجود یک چشم نمادی در پیشانی انسان اشاره میکنه که برای دیدن حقیقت به کار میره و انسان میتونه با کمک اون حقایقی رو درک کنه که دو چشم فیزیکی او قادر به دیدنش نیستند. گفته میشه در زمانهای بسیار دور انسانها یک چشم هم در پشت پیشانی داشتند که در گذر زمان هرچه انسان از معنویت دور و به مسائل مادی نزدیک شد این چشم هم دچار زوال گردیده و امروز باقی مانده آن به صورت اندکی در بافت پیوندی در ساختار مغز، یعنی جایی که دو نیمکره مغز به همدیگه متصل میشن قرار گرفته. از این رو سمبولی از کنار گذاشتن دوگانگی و حرکت به سمت یگانه اندیشی است. یگانه اندیشی اشاره داره به اینکه جوهره تمام اجزای هستی یکی هست. مثلا ذهن و جسم به عنوان دو مقوله مجزا از یکدیگر تلقی نمیشن. همه آدم‌ها چشم سوم یا چشم درون دارن که به اونها توانایی میده چیزهایی رو برای دید اصلیشون درک کنند. چشم سوم بعضی آدم‌ها ضعیف و بسته و برای بعضی دیگه قوی و بازه. با این حال علائم باز شدن چشم سوم یا به عبارتی دیگه فعال شدن چشم سوم رو میشه تشخیص داد. در این ویدیو ما به 7 نشانه باز شدن چشم سوم اشاره میکنیم که به کمک اونها میتونید پی ببرید چشم سوم شما همواره باز هست. انگار نسبت به چیزهای نادیدنی حس قوی تری دارید. جالبه که چشم سوم کمکتون میکنه چیزهایی رو ببینید که قابل دیدن نیستن. اگه چشم سومتون باز شد میتونید آینده رو واضح تر ببینید و درک شهودیتون به طور قابل ملاحظه‌ای قوی تر میشه. از تجربیات بیشتر بهره میبرید و مشکلات رو از یک مایل دورتر حس میکنید. ممکنه به نور حساس باشید. وقتی چشم سومتون بازه ممکنه نورهای درخشان چشماتون رو آزار بدن. رنگ‌ها رو زنده تر می‌بینید و ممکنه به چیزهایی که می‌بینید حساس تر باشید. نگران نشید، این طبیعی هست. روح شما داره بیدار میشه. سردرد شدید دارید. چشم سوم باز برای کسی که قبلا اون رو تجربه نکرده میتونه تجربه سختی باشه. باز شدن چشم سوم میتونه سبب فشار و درد در سر بشه. برای رفع اون قدم بزنید. قدم زدن طولانی در طبیعت جداً به کاهش فشار کمک میکنه و چشم سوم رو قادر به دیدن میکنه. احساس متفاوتی دارید. درک اینکه چرا احساس متفاوتی دارین سخته، فقط این رو حس میکنید. این تغییر ممکنه به تدریج یا یکباره ایجاد بشه. شاید دیگه از چیزهایی که قبلا براتون لذت بخش بوده لذت نبرید یا از چیزهایی لذت ببرید که قبلا براتون لذت بخش نبوده. از این تغییرات هراسان نشید. اینها طبیعی هستند. میتونید آسونتر ذهن آدم‌ها رو بخونید. وقتی چشم سومتون بازه شاید هرگز چیزی رو که از نظر فیزیکی متفاوته نبینید، اما قادر خواهید بود به آسانی برای نمای ظاهری رو ببینید. میتونید به آسانی دیواری رو که آدم‌ها دور خودشون کشیدن از میان بردارید. میتونید به آسانی چهره پشت نقاب اونها رو ببینید. این یک ابزار مهمه. در میانه ابروهاتون فشار شدید حس می‌کنید. شما در میانه ابروهاتون و وسط پیشانی احساس نبض و ضربان دارید. یک فشار شدید و نیرومندی که واقعاً اون قسمت از سر شما رو فشار میده. موقعی که چشم سوم شما در حال باز شدنه، این یک نشانه کاملاً طبیعی و عادی هست. احساس خستگی بین ابروها. در کل وقتی چشم سوم بازه ارتباط هوشیارانه بین ابروها برقرار میشه، درست مثل کسی که حرکات آهسته رو لمس میکنه و گاهی با کوچکترین حرکات احساس انتشار گرما در اون رخ میده. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.